نکته عجیب در مورد اعماق اقیانوس‌ها این است که کمتر از سطح ما شناخته شده‌اند. علم می‌گوید هنوز بیش از 95% از بستر اقیانوس‌ها ناشناخته مانده. جایی که نور نمی‌رسد، فشار کشنده است و موجوداتی زندگی می‌کنند که هنوز هیچ کس آنها را ندیده. اما گاهی چیزهایی شنیده می‌شود. صداهایی که منبعش هنوز ناشناخته مانده. مثل صدای بلوپ. در سال 1997 صدایی بسیار قوی از اعماق اقیانوس آرام شنیده شد. صدا توسط میکروفون‌های زیردریایی ارتش آمریکا ضبط شد. آنقدر بلند بود که هزاران کیلومتر دورتر هم شنیده شد. ناسا اعلام کرد منشأ این صدا نه انسانی بود، نه انفجار و نه حیوانی شناخته شده. عده‌ای گفتند این تواند صدای حرکتی از موجودی عظیم باشد، چیزی ماورایی مثل خدایان باستانی در خواب مانده. اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده NOAA سالها بعد اعلام کرد منشأ این صدا یک کوه یخی در حال ترکیدن و جدا شدن از یخچال طبیعی قطب جنوب بوده است. ولیکن تعدادی از زیستشناسان دریایی هنوز هم معتقدند که این صدا احتمالاً منشأ بیولوژیک دارد، چون با فرکانس مشابه صداهای جانوران دریایی ایجاد شده است. آن صدا را بلوپ نامیدند. صدایی ناشناس از منطقه‌ای در جنوب اقیانوس آرام، جایی نزدیک مختصات شهر فرضی گمشده رلیه، شهری که نویسنده داستان‌های اسرارآمیز هاوارد فیلیپ لافکرافت ادعا می‌کرد موجودی باستانی و خفته به نام کتولهو در آن زندانی است. در همان نواحی غواصان نظامی در سالهای بعد گزارشاتی دادند از سایه‌های عظیم در تاریکی، نوری مبهم که از دل زمین می‌تابد و دمایی که ناگهان بدون هیچ دلیلی بالا می‌رود. آیا چیزی در آنجاست که بشر قرار نیست آن را ببیند؟ و اگر هست، چرا همچنان ساکت مانده؟ یا شاید فقط منتظر زمانی است برای بازگشت؟ اما بلوپ تنها راز کف دریاها نیست. صدای جولیا که شبیه به یک فریاد زیرآبی است. صدای آبسوب که هر سال در همان فصل تکرار می شود. صدای اسلو داون که ناگهان آغاز و بعد آرام آرام خاموش می گردد. هر کدام از این صداها بارها شنیده شدند، اما هیچ کس نمی داند راز پشت آنها چیست. در بعضی نواحی از بستر اقیانوس سازه‌هایی کشف شده اند که به نظر می رسد ساخته دست انسان باشند. در نزدیکی سواحل ژاپن ساختارهای سنگی به شکل پلکان و اهرام کشف شدند. بعضی‌ها آن را بقایای شهری گمشده می‌دانند و برخی معتقدند این سازه‌ها طبیعی هستند. اما نظم عجیبشان چیز دیگری را زمزمه می‌کنند. آیا ممکن است تمدن‌هایی با دانش فراتر از زمان خود در اعماق اقیانوس دفن شده باشند؟ آیا صداهای شنیده شده واکنش‌هایی از سازه‌ها یا نیروهایی هستند که هنوز فعالند؟ در کف اقیانوس مناطقی وجود دارد به نام ابیسال زون، مکانهایی به عمق 6 تا 11 کیلومتر از سطح دریا که حتی نور خورشید هم نمی‌رسد. دمای پایین حدود 2 تا 3 درجه سانتیگراد، فشار وحشتناک و سکوت مطلق این ناحیه باعث شده که همچنان ناشناخته بماند. چه چیزهایی در آن تاریکی پنهان شده‌اند؟ یکی از معروفترین این مناطق گودال ماریان است. با وجود شرایط سخت، جانورانی عجیب و نورافشان در این نواحی زندگی می کنند. برخی از آنها هنوز طبقه بندی علمی ندارند.
و فقط توسط زیردریایی‌های پژوهشی دیده شده‌اند. جانورانی که DNA آنها طوری طراحی شده تا در محیط‌های با اکسیژن بسیار پایین زنده بمانند. گویی این موجودات برای بقا در دنیایی بی‌نور و پر از راز طراحی شده‌اند. صداهای عجیب مانند صدای بلوپ یا آنسویب از همین نواحی ثبت شده‌اند. برخی دانشمندان احتمال می‌دهند که موجودات ناشناخته عظیم‌الجثه یا سیستم‌های زمین ساختی ناشناخته در این نواحی فعالیت دارند. همچنین ایده‌هایی مثل دروازه به جهان‌های دیگر یا محل زیست موجودات افسانه‌ای از جذاب‌ترین مباحث شبه علمی در مورد این نواحی هستند. در اعماق تاریکی که نور هرگز به آن نمی‌رسد، جهانی ناشناخته پنهان مانده. جایی که صداهای عجیب، گودال‌های بی انتها و موجودات غیر زمینی با قواعدی متفاوت از زیست ما در سکوت زندگی می‌کنند. آیا این فقط مرز علم است یا مرز واقعیت و خیال؟ حالا نوبت توست. به نظر تو در این ژرفای تاریک چه چیزهایی پنهان شده؟ نظرت رو در کامنت ها بنویس. و یادت باشه بعضی درها رو که باز کردی دیگه نمیتونی ببندیش.